بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. صحيح؟ الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقفنا عند هذا الدليل. نعم. قال الشارح: قوله تعالى، شارح شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى گفت قول الله تعالى که فرمود: لا تجدو، تو نمیابی یا که نمیبینی. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. این خطاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. ای لا یقع هذا، این کار واقع نمی شود، این کار روی نمی دهد. ولا یکون موجودا ابدا، و ابدا باید که موجود هم نباشد. چی موجود نباشد؟ ان یکون مؤمن بالله و رسوله یحب الكفار، که انسان مؤمن به الله یعنی ایمانی به الله داشته باشد و ایمانی به پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم داشته باشد. یحب الکفار، یحب الکفار، در برابر ایمانی به الله و در برابر ایمانی به پیغمبرش با چیکار کند؟ کافرها را دوست دارد. این نباید که واقع شد. لا یقع هذا قصد شيء ولا يكون موجودا ابدا، یعنی که باید که تماما به وجود در وجود نباشد. فإن أحبهم فإنه ليس بمؤمن، اگر مبادا در برابری من ایمان دارم به الله، ایمان به پیغمبری او دارم گفته، اونها را دوست دارد، فإنه ليس بمؤمن، وای مؤمن نیست، وای مؤمن نیست. این دعوای خالی است. ولو كان يدعي ذلك، گرچند که دعوای این کند، یعنی من مؤمنم گفته دست سینه زند، وای مؤمن نیست. هزار منی کند و من مؤمنم گفته دعوا کند، در برابری ایمان به الله و در برابری ایمان به رسولش کافرها را دوست دارد، وای مؤمن نیست. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية. ابن قیم الله رحمتش کند در کتاب به نام کافیه شافیه، قصیده نونیه اگر شنیده باشه، قصیده نونیه اونجا. خلاصه در همون کتاب گفته است که نظم
اتحب اعداء الحبیب و تدعی حبا له. نگاه ما ذاك فی امکانی. اتحب اعداء الحبیب، آیا تو دوست می‌داری دشمنانی دوست را؟ دوست کیه؟ الله. نخود میگو تو دشمنانی دوستت دوست داری. آیا تو دوست می‌داری دشمنان حبیب را؟ و در برابر دوستی تو به دشمنان دوستت با چی میکنی؟ تو تدعی حبا له، و دعوا میکنی که من دوست میدارم الله را. فهمیدید؟ نگاه کن، میگود که تو چی خل میگود دشمنی دوستت قطعی دوستی کرسادی، با دعوا میکنی که من با اون دوستم. شیخ سوال داده است که اتحب اعداء الحبیب، تو آیا دوست می‌داری دشمنان دوست را؟ یعنی دشمنان الله را تو دوست می‌داری و تدعی و دعوا میکنی حبا له، دعوای محبت را به او. فهمیده؟ با میگوی که من الله را دوست می‌دارم. چه خیلی تو الله را دوست می‌داری که دشمناش دوست داشته ایستادی؟ و میگوید که ماذا فی امکان، این ممکن نیست. میدونی برای چی گفته است این ممکن نیست؟ یعنی این محبتی تو نسبت الله دروغ بود است. اگر راست می بود باید که دشمناش دشمن میدونستی، نه اینکه مثلا تو چیکار کردی ایستادی حالی دوستی کرسادی به دشمنان الله. نه، ماذا فی امکانی، این ممکن نیست. میگود توغری نمیگیره، راست نمی آید. و کذا تعادی جاهدا احبابا. نگاه کنید. و همچنین میگود تو با دشمنی کرده ایستادی، جاهدا کوشش کرده، دادوای زده، احبابا دوستانی اون دوست را. یعنی سلفی ها دوستانی الله هستن. مثلا نه تو چه خیل میگود با کدوم رو میگو که من الله را دوست میدارم گفتادی، دوستانی الله را چیکار کرسادی؟ دشمنی کرسادی. با میگو جاهیدن کوشش کرده، جهد کرده، داد و وای زده. همین یعنی به دشمناش دوستی کرسادی، به دوستای الله دشمنی کرسادی، عکس کرسادی. با دعوا میکنی که من الله را دوست میدارم. با چی میگوید؟ این المحبه، کنی به محبت نسبتی الله. یا اخ الشیطانی، ای برادری شیطان. کو محبتی که گفتی که تو گفتی که من الله را دوست میدارم؟ دروغ بود است که تو برادری شیطان بودی. شیطان صفتش چی است؟ به دشمنان الله دوست است و به دوستان الله چه؟ دشمنه. این کاری که تو کرسادی این صفت در شیطانه. اگر این کار نپرتایی یا اخ شیطان، تو برادری شیطانی. مفهوم؟ این بیت از جاد میپرسم، در شهنده میپرسم. اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في امكانه وكذا تعادي جاهدا احبابه اين المحبه يا اخ الشيطان. آیا تو دوست می‌داری دشمنان حبیب را و دعوا می‌کنی محبت را برای او؟ ماذا فی امکانی، این ممکن نیست، این در امکانیت توغری نمیگیرد. و همچنین دشمنی میکنی آشکارا جهرن دوستانی او را. در کجا من اکنون محبت؟ ای برادری شیطان. فهذا لا يمكن ابدا ان يحب الكفار، این ممکن نیست هرگز که دوست دارد کافران را. یقول انا احب الله، میگوید که من الله را دوست میدارم، و رسوله و پیغمبرش دوست میدارم. میگوید با چیکار میکنه در برابر این دوستی الله و دوستی پیغمبر با دشمنان کافران چیکار میکند؟
کافرها را دوست می‌داری؟ نیست. لقوله تعالی، دلیل از کجاست؟ دلیل سخن الله سبحانه و تعالی است که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای لا تجعلوا انصارا و اعوانا. یعنی دشمنان مرا و دشمنان خود را اولیاء نگیره. دشمنان من را، الله گفته دشمنان منو دشمنان خود را اولیاء نگیره. مراد اولیاء چی است؟ یعنی یاردمچی برای دفع ضرر و یاردمچی برای جلب منفعت. اولیاء چی است؟ اولیاء یعنی یک کس دوست می‌داری، همکاری میکنی، یک دیگر تو یاردم میدی، یا دیگر یاردم میدی در چی؟ یا در دفع یگون ضرر یا که در یگون جلب یگون منفعت. یعنی کافرها رو خیلی نگیرید. کافرها هرگز شما را یاردم نمیتین به دفع یگون ضرر یا که به جلب یگون منفعت. برعکس، و یا یاردم تو میتین به جلب ضرر و به دفع منفعت. از شما و یا یاردمچی گرفتید، البته یه روز نه یه روز تأثیری نصرانی شد، تأثیری یهودی شد، تأثیری کفر، تأثیری همو عقیده رسوا شد، در شما آهسته آهسته گذروندن میگیرد. میگه با نگوید که نه من اینو دعوتش کردم، نه آشنا یار برادر من یاردم میتونه. نه، کافر هرگز شما رو یاردم نمیتونه دادن و نخواهد داد برای دفع یگون ضرر یا که برای جلب یگون منفعت. برای الله میفرماد که نصیحت کرده که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمن ها، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دوستان من و دشمنان من و دشمنان خود را دوست نگیرید. اولیاء گرفتن چه؟ دوست. یعنی یک دوست چه خیلی دوستی یک دیگر برای جلب یگون منفعت و برای دفع یگون ضرر نگیره. تلقون الیهم بالموده، ای توصلون الیهم بالمحبه، یعنی به اونها علاقه محبتی داره. به اونها چی علاقه داره؟ علاقه دوستی داره. تلقون الیهم بالمحبه بالموده، یعنی بالموده یعنی که به اونها شما چی کنید؟ علاقه محبت میکنید. الى قوله تعالی، این آیت دراز است، این آیت دراز است. میفرماید که این سوره ممتحنه میخواد، آیت 1 تا 4 میفرماید که قد كانت لكم اسوة حسنه، به تحقیق برای شما بود یک خصلت بزرگ، باید که شما اقتدا به این خصلت کنید. در کی شما اقتدا کنید، پیروی شوید؟ فی ابراهیم، در ابراهیم شما پیروی شوید. والذین معه، و کسانی که همراه ابراهیم بودن شما به اونها پیرو شوید. چیکار کردن اونها؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، چون گفتن برای قوم خود، یعنی وقتی که برای قومشون، برای مردمشون گفتن انا براء ای بریئون منکم، ما از شما بیزاریم، لسنا معکم، ما همراه شما نیستیم، میشد براء، ما از شما بیزاریم، منکم و مما تعبدون من دون الله، و از آنی که شما غیر از الله میپرستید. یعنی از خودتان هم بیزاریم، از شرکتان هم بیزاریم. گفتن کی گفت این ابراهیم و قومش و اصحابش. و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا، و ظاهر گردید بین ما و بین شما دشمنی و بدبینی ابدا. یعنی از همین روز اعتبارا بین ما و بین شما چی است؟ دشمنی، بدبینی، عداوت است. حتی تؤمنوا بالله وحده، تا به ایمانی، تا به الله یکتا ایمان نآورید. حتی تؤمنوا بالله وحده، تا شما ایمان نآورید به الله
یکتا. همون روز که شما ایمانی به الله یکتا آوردید، به الله ایمان آوردید و از تمام انواع شرک دست کشیدید، ما این عداوت و این بدبینی را از بین میبریم. ما از شما دیگر بیزار نمیشه. مفهوم؟ نعم. وقول الله تعالى كي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه ونبد آمرزش پرسیدن ابراهیم برای پدرش إلا عن موعدة وعدها إياه، أي وعده إبراهيم أباه، أي وعد وعده إبراهيم أباه قبل أن يتبين له حاله. حضرت ابراهیم پدرش وعده کرد، خیالش که مسلمان میشد که حالی نفهمید که یک کافر میمرد و کافر است، وعدش کرد که من از پروردگار برای تو آمرزش میپرسم. برای کافر پرسیدن آمرزش میشد؟ نمیشد. این پیش از آن که فهمد حال این پدرش چی میشد، گفت که لاستغفرن لک، من از الله برای تو بخشش گناه میپرسم. بعد از که فهمید که نمیشده، بعد گفت که اتورم بیزارم به پدر. گفت پدرش چی شد؟ بعد بیزار شد. انا الله میفرماد که ما که اگه یک کس گفت که برای چی ابراهیم آمرزش پرسید، بخشش پرسید برای گناههای پدرش، میگفت نه، این موقتا خیالش که وای چیکار میکنن؟ ایمان میاره. برای الله میگه که استغفار ابراهیم برای پدرش نبود الا عن موعده، مگر یک وعده بود که وعدها، او را وعده کرد ایاه پدرش را، فلما تبین له انه عدو لله، وقتی که انیق روشن شد برای ابراهیم که پدرش دشمنی الله بوده است، تبرأ منه، از او بیزار شد. یعنی قال انی بریء منک. فهمت؟ ماذا قال لأبيه؟ فلما تبين له انه عدو لله، وقتی که فهمید که این دشمنی الله بوده است، تبرأ منه، از پدرش بیزار شد. یعنی قال ماذا قال؟ قال انی بریء منک، من از تو بیزارم. من خواستم که تو را آمرزش پرسم که تو ایمان آری، الله مغفرت پرسم بری گناهات، بینم که تو آدم نمیشدی. و چی گوه؟ من تو بیزارم بود. فهمیدید؟ ان ابراهیم لأواه حلیم، بدرس ابراهیم اواه است، یعنی بسیار شکایت به الله میگفتگی ذات است. یعنی کثیر الشکوى الى الله، تمام شکایت، هر شکایتی که بالای سرش می اومد، شکایت اونها رو به کی میکرد؟ به الله. یگون کسی نمیگفت که مردم من فرونیزه به قومش و به خانش و به کدام به خیش دورش، یعنی که شکایت نمیبرد. یعنی الله ذات رو میگون که بسیار به الله شکایت میکردگی، شکایتش به الله میبردگی، و دعای بسیار دعا میکردگی و بسیار التجا میکردگی ذات الله میگوید. ابراهیم الله است و حلیم است، یعنی که در تمام آزارها صبور است، ای صبور علی الاذى. حلیم کی را میگون؟ ذاتی که صبور علی الاذى، در تمام زیان و آزارها مشکلات صبر میکردگی آدم حلیم میگفتن، ملایم. ابراهیم تبرأ من ابیه. هذه ملت ابراهیم، این است ملت ابراهیم. فهمیدید؟ برنامه ابراهیم همین خیل است، رفتار دین ابراهیم همین خیل است که تبرأ من ابیه، از پدرش چی شد؟ بیزار شد. ماذا قال له؟ قال انی بریء منک، ما از تو بیزارم. اقرب الناس الیه، از همه نزدیکترین مردم به ابراهیم. به تو از همه نزدیکترین مردم کیه؟ پدرت. متخیل؟ به ابراهیم از همه نزدیکترین مردم کی بود؟ پدرش. ولی پدرش چی گفت؟ که انی بریء منک، ما از تو بیزارم. کدام وقت؟ لما تبین له انه عدو الله، وقتی که برای ابراهیم انیق شد که وی چی بوده است؟ کی بوده است؟ عدو الله. دشمنی چی بوده است؟ دشمنی الله بوده است.
همون زمان که فهمید که دشمنی الله بوده است، به جای آمرزش پرسیدن چی گفت که من بیزار این پدر. ودلت الآية أيضا على أن محبة الكفار تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر. انظر، ودلت الآية أيضا على أن محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر. این آیت نیز دلالت کرده است، یعنی دلیل شده است که محبت کافر نیست می شود با ایمان الله، با ایمان به الله و با ایمان به روز آخر. محبت کافر نیست می شود. بگذار مثلا شما با پدرتون محبت داشتیدن، پدرتون یعنی خودتون ایمانی به الله نداشتیدن، ایمان به روز آخر نداشته باشید، نعوذ بالله، بالمثال شما همون پدر نزد دیدید، یک برادری کافرتون نزد دیده، انا همین محبت نیست می شود. کدام وقت؟ تتنافى، نیست می شود مع الایمان بالله والیوم الاخر، با همراهی ایمانی به الله و ایمانی به روز آخر. وقتی که تو ایمانی به الله و ایمانی به روز آخر داشته باشی، باید که نگو که من دلم بر این پدرم میسوزد. بله دلمون میسوزد، دلمون میسوزد که این کافر است، عقیدش درست نیست، اما این خیلی که مثلا ما هم درد و یعنی هم عقیده و هم رأی هستیم. نه، این محبت باید که نابود شود. وقتی که ایمانی به الله و ایمانی به روز قیامت قلبی من شما در اومد، باید که یگون کافرنده که ما باید دوستش داشته باشیم، فهمیم که ممکن نبوده است، باید که چکو کنیم از محبت باید که نیست شود. اما مع اصله او کماله، نگاه کنیم، یا از بیخبون یا که با همراهی کمالش. أنا يعني إما مع أصله أو مع كماله. لكن إذا كانت محبته معها تأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام. انسان یک کافر دوست دارد، یک کافر دوست دارد، ایمانی به الله دارد و ایمانی به روز آخر دارد، یک کافر با دوست دارد، یا ایمانی او نابود می شود از بیخوبون مع اصله، یا که با کمال، یعنی که پره نیست، ایمانش کمه. حالا به شرح بدم. لكن ان كانت محبتون، ولی اگر محبتی اونها با همراهی آن قوت دادن برای مذهبشون باشد، فهمیدید؟ قوت دادن برای مذهبشون، پدرش که کردن مذهبی کفر رو باشد، برای من دوست می‌دارم گودونا را، یا که برای کفر اونها، فهذا خروج عن الاسلام. این وقت انسان از اسلام تماما میبراید. فهمیده؟ یک کس کافرها رو دوست دارد به کدوم مقصد؟ به مقصدی مذهبشون رو پدرش که کندن، طرفداری کند یا کفرشون، اون وقت انسان از اسلام تماما میبراید. نعوذ بالله. اما ان كان مجرد محبت من غیر مناصرة لهم، اما اگر تنها محبت باشد به کمک رسانی کردن برای اونها، برای دفع یگون ضرر، فهذا يعتبر منقصا للإيمان وفسقا. این اعتبار داده میشه در اسلام ناقص ایمان و فسقش میگوین. فهمیدید؟ و مضاعفا للإيمان و ایمان ضعیفش میگوین. چون این آدم چی میگوین؟ ایمان ضعیف. قیل ان هذه الآية، گفتن که این آیت نزلت فی ابي عبيدة بن الجراح رضی الله تعالی عنه. گفتن که این آیت در شأن
ابی عبیده بن جراح رضی الله عنه نازل شد. لما قتل اباه یوم بدر، وقتی که پدرش کشت در روز جنگ بدر، یک به یک برآمدن این پدرش کشت. لأن اباه کان علی الکفر، زیرا اینکه پدرش کافر بود. و کان یرید ان یقتل ابنه ابا عبیده، و پدرش خودش خواست که یکم چیکار کند؟ پسرش ابو عبیده را یعنی که به قتل رساند. فقتله ابو عبیده، با ابو عبیده او را پیشگیری کرده به قتل رسانید رضی الله عنه. لانه عدو الله، زیرا که دشمنی الله بود. ولم یمنعه انه ابوه، ابو عبیده را باز نداشت پدری او. ولم یمنعه ذلك من قتله غضبا لله سبحانه و تعالی، و او را باز نداشت از کشتنش برای غضب کرده برای خاطر الله. غضبش برای چی بود؟ برای الله شده. این پدر من نمیکشمش گفته نگشت، برای خاطر الله. نعم. قوله تعالی اولئک، اونها، ای الذين يبتعدون عن محبتی و مودت من حاد الله و رسوله، اونها یعنی اون کسانی که دور میشوند از محبت و دوستی کسانی که ضد الله و ضد پیغمبر او هستند. قوله تعالی کتب فی قلوبهم الایمان، در قلب چنین کسها الله ایمان چیکار کرده؟ کتب، نوشته است. ای اثبت الله فی قلوبهم، یعنی استوار مستحکم کرده الله در قلب اونها چرا؟ ایمان را. و رسخ الله فی قلوبهم الایمان، و مستحکم کردگی است الله در قلب اونها چرا؟ ایمان را. در قلب کیها؟ در قلب کسانی که دوستی نمیکنند به دشمنان الله. قوله تعالی، قول الله تعالی که و ایدهم بروح منه، الله چنین کسا را به روح از جانب خودش قوت میدهد. و یدخلهم جنات، اونها را به جنت های داخل میکند که تجری من تحت الانهار، از زیر درختان و باغهای او جویها جاری میشن. الله مرزقنا. التأیید، معنای تأیید چه؟ و ایدهم معناه التقویه، قوت دادن. قواهم بروح منه، یعنی آنها را به روح از جانب خودش قوت میدهد. و روح لها عدة اطلاقات فی القرآن، روح، کلمه روح میگود یک چند معنی ها دارد در قرآن. و روح لها عدة اطلاقات فی القرآن، یعنی روح در قرآن به چندین معنی ها آمده است. منها، از جمله، الروح التي هي النفس التي بها الحیات، از جمله معنی های روح چی است؟ روح همان چیزی است که نفسی که به آن حیات برپا است. همین حیات جنبشی ما تو در وجود ما چی است که ما می جنبیم؟ می تنه، همین گوشت می جنبد، حیات همین روح دارد. یک معنای روح همین روح است، یعنی که جان. و منها الوحی، دیگره به معنای وحی میشه. روح به معنای چه؟ وحی. کما فی قوله تعالی، طوری که در قول الله تعالی آمده است که وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا، و همچنین ما وحی فرستانیدیم به سوی تو، وحی را از فرمان خود ما، از امر ما. این روح به معنای وحی. و منها جبریل علیه السلام، همچنین روح به معنای چی است؟ جبریل می بیاید. انه روح القدس، جبریل روح مقدس است. و روح الامین، و روح امانت نگهدار است. قال تعالی، الله تعالی فرمود قل نزله روح القدس، بگو اون قرآن را نازل کرده است روح مقدس، یعنی که جبریل، من ربک، از پروردگارت، بالحق، حق است او، لیثبت الذین آمنوا، و اینکه استوار گرداند کسانی را که ایمان آوردند، و هدن، و هدایت است، و بشرا، و بشارت است، خبری خوش است، للمسلمین، برای مسلمانان. و قال تعالی، الله تعالی فرمود نزل به الروح الامین، او را فرود آورد، یعنی قرآن را، که روح امانت نگهدار. مراد از روح امانت نگهدار با کی است؟ باز همون جبرئیل علیه السلام است. و منها ما فی هذه الآیه و هی القوة، و بعضی از معانی های با روح در این آیت، خیلی که در این آیت اومده است، و چی است؟ قوت. و ایدناه بروح، و ایدهم بروح من، یعنی الله تعالی اونها را قوت داده است و یک قوه از طرف خودش. فایدهم بروح منه، الله اونها را به روح از جانب خودش قوت داد، ای بقوة منه سبحانه و تعالی،
از جانب خودش به یک قوته، به یک قوه، قوت ایمان فی الدنیا، به یک قوه ایمان در دنیا و فی الاخره و در آخرت. و یدخلهم جنات، اونها را به جنت ها می درآورد. جمع جنت، والجنة فی اللغه، جنت در لغت البستان، باغ در نظر دارد. سمیت جنتا، جنت را جنت نامیدن لانه مجتن بالاشجار، زیرا آنکه پوشیده است به درختان. مجتن چه؟ پوشیده. ای مستترون یعنی ستر، پوشانیده شده است. و مغطن اینم پوشانیده شده است بالاشجار الملتفه، به درختان پیش در پیچ. ملتفه یعنی پیش در پیچ. لأن الجنة ظلال، زیرا که جنت سایه است. و اشجار و درخت است. و انهار و جوی هاست. و قصور و قصر هاست، خانه های بلند. و اعلاها و سقفها عرش الرحمن سبحانه، از همه بالای او، از همه شفت او عرش رحمان است. قوله تعالی تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، جاری می شود از زیر درختان او جویها، جاودانند ایشان در اونجا. ای باقین فیها، در اونجا میمانند. لا یتحولون عنها، از اونجا نمیکوچند. اونا رو الله نمیکوچونه که تمام لذت برده، لازم مزه کرده، تمام که بود دیگه جو. نه، با کوکلن که نیست اونجا. وقال تعالى لا يبغون عنها حولا، أي لا يخافون من موت ولا يخافون من أحد يخرجهم ويطردهم. نگاه لا يخافون من از مردن نمی ترسند دیگه، ولا يخافون از کسی نمی ترسد که یخرجهم اونها رو برآورده خارج کند و یطردهم از اونجا اونها را سر کند. مثل ما فی الدنیا، چه که در دنیا میشن. قد يكون الانسان في الدنيا، انسان بعضا میشود که در دنیا فی قصور، در دنیا قصرهای با حشمت است. لكن لا يسلم من الموت، ولی از مردن تنش نیست. یه روز نه یه روز میمرد. فیخرج منها قصر، خواهد نخواهد میبرد، نبرد هم میبردش. ولا يسلم من الاعداء، در دنیا هزار قصرها زندگی کند با ایمین و تنش نیست از دشمنا. هر رو در لرزه های يتسلطون عليه، هجوم میکنن به او بالاش کدوم روز. و یخرجونه، از خونش، بدرش، از وطنش بیرونش میکنن. الانسان فی الدنیا دائما خائف، خلاصه انسان در دنیا دائم در چی؟ در خوف و در ترس و در حراسه. یا میمرم میگه، یا سرم در میکنه، یا اینو نمیخورم. همه چیز دنیا در آدم میترسد. یه افکار بسیار معدم در میکنه. ای آب نمیشم، دل شکم راو میشم. بسیار خام نمیرم، درد سر میشم. مثال ده یا بالا خودم نمیپرتم، میمرم. اونجا نیست، بالا میپرته، حتی بالا میپره، میخوری. اونجا مردن نیست و ترسیدن نیست. الله مرزقه برای حرکت کردن که تیزتر رفتن. مفهوم؟ بارك الله فيكم. نعم. قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. نگاه کنید، الله از اونها راضی است، اونها از الله راضی هستند. نگاه کنید. یک کسی پرسید کدوم مسلمانی که نباشد، خواه ایمانی به قوت داره، خواه ایمانی ضعیف، خواه فاسقه، خواه یعنی مسلمان، گوش که الله رو دوست می‌دارم، من دوست می‌دارم، من راضی ام. الله میگه لیکن مهم شرط آن است که الله تو راضی باشه. او راضیگی تو قرار بازی نمیکنه. محمد الله رو دوست میدارم یعنی شأن آن نیست که مثلا تو الله رو دوست داری، شأن آن است که او تو رو دوست دارد. شیخ مسلم میگه و شأن ليس الشأن ان تحب الله و الشأن ان يحبك الله. شأن آن است که الله تو رو دوست دارد. و تو یعنی که دوست داشتین تو قرار بازی نمیکنه. تو خواهی میگی من دوست میدارم. نگاه لما اغضبوا اقرباءهم، وقتی که خیش تبارشون بد دیدن. کدوم خیش تبارشون؟ من الكفار، کافران. و عادوهم، وقتی که به خیش تبارشون که کافر بودن دشمنی کردن. منحهم الله الرضا منه سبحانه، الله تعالی اونها را از جانب خودش چی بخشید؟ رضا بخشید، راضی شد از اونها. جزاء لهم، همچون مکافات برایشون. یعنی که الله تعالی بری و مکافات داد. فهمیده؟ برای چی؟ آخه خیش تبارش خیلی همه نزدیکترین خیش تبارش خیلی دشمنی کردن.
برای چی دشمنی کنن؟ آیا آدم با خویش با دشمنی میکنن؟ یعنی که کافر بودن اونها، خیلی دشمنان الله بودن. خیلی فهم عوضوا بإغضابهم فهم عوضوا بإغضابهم لأقاربهم، پس ایشان را عوض داده شد به سبب غضب کردنشون نسبت خویش تبارشون که کافر بودن. عوضوا برضا الله سبحانه و تعالی، در عوضش رضایی الله را گرفتن. یعنی رضایی الله را به عوض چی گرفتن؟ به عوض بد دیدنشون خویش تبار کافرشون. خویش تبار کافرشون بد دیدن، الله به عوضش چی داد اونها را؟ من از شما راضیم. هم خیلی است. ورضی الله عنهم، و الله از اونها راضی شد. ورضوا عنه، و ایشان هم از الله چی شدن؟ راضی شدن. قوله تعالی اولئک حزب الله، الله تعالی فرمود که اونها حزب الله، ای جماعت الله، اینها جماعی الله. و اما الكفار فهم حزب الشیطان، اما کافرها جماعی کیان؟ اینها حزب الشیطان. كما قال تعالى عنهم، چخلی که الله تعالی میفرماد درباره اونها که اولئک حزب الشیطان، میگه اونها دسته و حزبای شیطانن. ای جماعت الشیطان، جماعی شیطانن. و انصار الشیطان، اونها چیان؟ یاردمچیای شیطانن. اما هؤلاء فهم انصار الرب، اما اینها باشن، اینها نصرت دهندگان پروردگارن. اینا دین الله را نصرت میدادن کسان هستند. دین الله را یعنی که نصرت میدهند، یاردم میدهند به دفع یگون ضرر نرسد که دین پیاده شد. فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار، این مسئله خلاصه تعلق به دشمنی کافرها دارد و عدم موالاتهم و به دوستی نکردن اونها تعلق دارد. و هي لا تقتضي اننا نقاطع الكفار في الامور والمنافع الدنيويه، ولی این ناس فهمیدن در کار که اگر این کسی نقض دونه یا خوارج میشه برا این کافرها رو کشتن نکرد، گوشه بوده گفته به اونا سلام، یعنی که دیگه ایگو علاقه نمیکن، دیگه ایگو نه، این معنا نمیتونه میگه کی شیخ. و هذه این مسئله لا تقتضی، آن را اقتضا طلب نمی کند که ما اکو قطع کنیم با کافرها در تمام کارها و تمام منفعت های دنیوی. از اونا لباس نخریم، از اونا سلاح نخریم، از اونا دیگه مثلا ارد نخریم، نه دیگه مسئله دادوگری تماما دیگه. بل یستثنى من ذلك امور، بلکه از این یعنی از مثلا دشمنی کافرها الولا و البرا استثناء است یک چند کارها. حالا شاید اینجا یک چند بند ذکر میکند که اینها مبادا اینها را کسی رعایت کند، این بندها را با نگود که مثلا من به کافرها محبت کردم، نه، این در محبت داخل نیست. یکم الاول انه مع بغضنا لهم، یکم با وجود بد دیدن ما کافرها را و عداوتنا لهم، با وجود ما دشمن بودن ما به اونها، یجب ان ندعوهم الى الله سبحانه و تعالی، واجب ده گردن ما اونها را چیکار کنیم؟ به سوی الله دعوت کنیم. این خیلی که مثلا ویا مرند و تاسند و دنیا کافر مرند بربند، نه، واجب ده گردن ما اونها را بد میبینیم، با در برابر این بدبینی و دشمنی ما باید اونها را قدر استطاعت چیکار کنیم؟ دعوت به سوی الله کنیم. یجب ان ندعوهم الى الله، واجب است که ما ایشان را به سوی الله دعوت کنیم. ولا نترکهم، و نباید که ما آنها را ترک کنیم. و نقول هؤلاء اعداء الله، بگویم که اینا دشمنان الله هستند و اعداؤنا دشمنان ما هستند. یجب علینا ان ندعو الى الله، یعنی که مثلا اینا دشمنای ما، دشمنای الله هم گفته با اونا ترک کنیم، نه خیلی نه. یجب علینا ان ندعوهم الى الله، واجب ده گردن ما ایشان دعوت کنیم به سوی الله. لعل الله ان یهدیهم، شاید که الله اونها را هدایت کرد. فإن لم يستجيبوا، اگر قبول نکنن، فإن لم يستجيبوا، اگر دعوت ما را قبول نکنن، فإن نقاتلهم مع القدرة، ما با اونها می جنگیم. این خیلی که در قاد کوچه قپ یال غاز می گریزی یا که از دور سنگ شب کنی با خودت گریزی، نه، مع القدرتی، با اونها می جنگیم وقتی که ما قدرت و توانایی داشته باشیم. اما ببینیم که قدرت نیست،
میخزی که یکی یک بولاد به هجوم میکنه از پشتی تو هم یکی تمام مردمی بیگناه میزند ممکن نیست. فاما ان يدخلوا في الاسلام، یعنی قدرت اگر باشد اگر ما به اونها میجنگیم، یا در اسلام داخل میشوند، و اما ان يبذل الجزيه، یا که جزیه میدهند، این كانوا من اليهود والنصارى، اگر از قوم یهود و نصرانی ها باشند، او المجوس، یا که آتش پرست باشند. و هم صاغرون، ایشان تحقیر شونده باید باشند. یعنی با اونها میجنگی که اسلام قبول میکنیم، یهود و نصرانی و مجوسی ها. اگر نه قبول نمیکنیم گوند، اگر مجبورشون میکنی که برای به خزینه اسلام هر سال یک مقداری معین، این امام خودش وای میکنند، راهبر مقدار معین چیکار میکنن؟ پول میسپارن. فهمیدید؟ و هم صاغرون، این خیلی که مثلا به پشت فرستونن، به بانک فرستونن، خودشون در خونه‌شو کیف صفا کنن، نه، با دست خودشون اومده همه رو نشون داده، خار و ذلیل شمام اومده با صاغرون تحقیر شده باید بیاد. و یخضعون لحکم الاسلام، سرخم میکنن به حکم اسلام، و یترکون علی ما هم علیه، با اونها رو به حال خود گذاشته میشن. با میمونیش که ما در دین خودت باشی، بعد بلا به پسی سرت، لكن بشرط دفع الجزية، ولی بشرط دادن جزیه میتین، و خضوعهم، و بشرط سرخم کردنشون، اطاعت کردنشون به حکم الاسلام. حکم اسلام سرخم میکنن، یعنی زنا کنن شریعت قفشون سانسور میکنن، سانسور میکنن، درمیزی که درمیزدن، دوزش دستش میبرن، یعنی با قانون اسلام پر رعایت میکنن. اما ان كانوا غیر کتابیین، اگر غیر کتابی باشن و غیر مجوسی باشن، غیر کتابیین یعنی از اهل کتاب نباشن، یهود و نصرانی نباشن، مجوس نباشن، ففي اخذ الجزیه منهم خلاف بین العلماء، درباره جزیه گرفتن از چنین کسها خلاف است بین علما. یعنی که نه یهودی است، نه نصرانی است، نه آتش پرست است، یک بت پرست، یک خر پرست و گاو پرست هندو است. اون وقت اند علما اختلاف کردن، اینه برای علما خواهند میکشنش، خواهند جزیه میگیرن، این علما هر خیلی گپ گفتن. الثانی، خلاصه یعنی یکم با وجود بد دیدن ما میتونستیم اونا رو چیکار کنیم؟ دعوت کنیم. یعنی این خلاف عادت نیست، این دوستی محبت به داخل نمیشه که ما شکل میشه که ما با یا دشمن هستیم و یا دشمنی ما هستن و با یا دعوت میکنیم، میشه. اینا استثناء هستن. و بعد الثاني لا مانع من محادنة الكفار عند الحاجة، یعنی یکون جای منع نیست صلح بستن با کافرها در وقت حاجت، در وقت ضرورت با کافرها چی بستن؟ صلح بستن. محادنه صلح میگن، با کافرها آشتی کردن، صلح بستن که جنگ نشه بینهم. اذا احتاج المسلمون لمحادنتهم، وقتی که مسلمانان محتاج باشن به صلح کافرها، برای چی؟ لکون المسلمین لا یقدرون علی قتالهم، برای خاطر مسلمان ها قادر به جنگ اونها نبودن. میدونه که یک بررسی مثلا بیر مثال تاجیکستان میداند که بررسی جنگ کردن هیچ عقلا توری نمیگیرن، زده پچقش میبرارد. هم خیلی بس چکار مجبوره چکار کند؟ محتاجه که بررسی شرطنامه بندد که مثال ما نه داد و گرفت میکنیم، تجارت میکنیم، ما مولا مرد به شما میفرستونیم، شما مراتون به ما فرستونیم، مردم مرد در شما کار میکنن، مردم شما در ما کار میکنن، یعنی که صلح میکنن. فهمیدید؟ برای خاطر آن که قادر نیستن به جنگیدن اونها. و یخشى علی المسلمین من شرهم، یا که مثلا خوف است بالای مسلمان ها از شر اونها. اگر آشتی نکنیم، یکون صلح و امنیت نبندیم، اگر یک روز نه یک روز بدی اونا در ما میگذرن، یک گندگی ما میکنن، اون وقت چیکار کردن؟ کار صلح میکنن. لا بأس بالمحادنة الى ان يقوى المسلمون على قتالهم، باکی ندارد، یعنی هیچ گپ ندارد صلح بستن تا اون وقتی با قوت شدن مسلمان ها به جنگیدن اونها. این ابدی نه، تا تاجیکستان در روی زمین است، تا روسیه در روی زمین است، تا امریکا در روی زمین است، ما آشتی دوست نه موقتا 10 سال 5 سال 3 سال نمیخواد.
یعنی که همون وضعیتش حالت شدیده. او اذا طلبوا هم المحادنه، یا که مسلمان ها محتاج نیستن، کافرها چیکار میکنن؟ تست صلح میبندن از ترسشون. اون وقت چیکار کردن کار؟ صلح بستن در کار است. ما کاردار نیستیم با کدوم مقصد با ما صلح کردن. یعنی که این اگر امام خودش صلح بندد همون گپ امام است. الله میفرماید که و این جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر میل به صلح کنن تو هم میل به صلح کن. الله فرموده است، یه سخنی الله است، اگر مبادا میل به صلح کنن کافرها تو هم کن، نه نگو میل کن. شاید که در این حکمت است، شاید که مثلا آداب اخلاق شما رو بعد صلح آخر رفته ممکن است که کافران بتونن دولت اسلامی اومدن تماشا کردن، صحبت کردن. شاید که الله در قلب اونا ایمان میاندازد و میفهمن که مثلا که اسلامی خیلی بوده است گفته، یا شاید که شما صلح کشید شما میتونید دعوت رفتن، اما صلح نباشد دارالحرب میشه و یک دو خانه دشمن میشه که دیگه درآمدن نمیتونید. مفهوم؟ فیهادنون، در اون هنگام به ایشان صلح کرده میشود، لكن ليس هدنة دائمة، ولی نه صلح ابدی، انما هدنة مؤقته مؤجله، یعنی صلح موقته و به مهلت مؤجله، مهلت دار الى اجل تا یک مدت حسب رأی امام المسلمین، موافق به فکر و به عقیده و به قرار امام مسلمان ها. یعنی که امروز راهبرای مسلمان ها که مثال گرم راهبری تاجیکستان یا که راهبری ازبکستان، راهبری قزاقستان، همینا چی رأیی که گویند موافق به خواهش همینها به دولت های کفر چی کرده می شود؟ صلح بسته می شود. لما فیه من المصلحه، زیرا در وی یگون فایده و یگون مصلحت و یا نقض میدونه. نظر به اون یک کارگری عادیه که من شما از کجا میدونیم که مثلا بین دولت ها چی بدبینی و چی نقضبینی، چی فایده و چی ضرره؟ اما راهبرای دولت ها ما میدونیم. مثلا رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی خودش میداند که چی فایده است. ما حق نداریم امروز چیکار کنیم برای چی مثلا امام علی با فلان دولت کفر یعنی که صلح بسته گفته حق نداره، ممکن نیست. در این یک حکمتی هست. مفهوم؟ من الله تعالی گفته و این جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر اونها یگون صلح طلبه تونم مایل به صلح کن. مفهوم؟ الثالث لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين. نگاه کنید، با که ندارد مکافات دادن اونها به یگون نیکویی. اگر مبادا یگون نیکی کنند، اذا احسنوا للمسلمین، نسبت یگون مسلمان ها یگون نیکی کنند، هیچ گم نداره اونها را داد و گرفتی تحفه کردن. مثلا یگون مسلمان خلاص کننده یک دیگه دولت خلاص کننده همسایه مسلمان است گفته بری دولتی مسلمان دادن. این دولتی مسلمان هیچ گم نداره برای خاطری که این ما یگون صلح نداشتیم، هیچ چی نبود بین ما، چیکار کردن؟ یا که صلح بود یا که صلح نبود، ولی مسلمانی ما رو چیکار کرد؟ از دیگه دولتی کفر ظالم خطا کنند و برای مسلمان‌ها داد. من دولت مثال روسیه بالمثال، روسیه یک شهروندی تاجیکستان داره، چیکار از امریکا کشید گرفت، از گوانتانا از اونجا کشید گرفت، اترما گرفت این آدمی تاجیکستانی گفت داد. این وقت هم مردم تاجیکستان یا که رئیس تاجیکستان میتوند که چیکار کند؟ به دولت کفر، به دولت روسیه یگون هدیه ها تقدیم کند. میشه گفتده که لا مانع من مکافات دادن اونها یگون جای منع است نیست، علل احسان بنا بر نیکی کردگیشون، اذا احسنوا للمسلمین، به شرطی که به مسلمان ها یگون چیکار کنن؟ نیکی کنن. یا غیر از این، مثلا در دولت روسیه زندگی میکنه، دولت اسلامی نیست، مثلا مسلمان ها رو میگود که چی به هم چیزی تو یک مسجد کشیدون میگود، احسان شد. یا که مثلا قانون هیو نمیتونه آدمو کشوده، نه بس چیکار میکنه؟ یک کس از دنیا کارمندان اپاراتی دولت میگود که مثلا من شما رو کارتون حل میکنم، میگم من یعنی امضا مانم، امضای من در کار است، اگر امضا مانم شما با هم به یگو چی تقدیم میکنید تون گفته به من. البته اگر مثل امضا کرده زمین جدا کرده یگو احسان کنه برای مردم مسلمانی ساکن اونجا استقامت کننده اونجا، هیچ گم نداره یگو هدیه ها پول و پیسه می یگو توشه ها کردن ممکن است. مفهوم؟ الله سبحانه و تعالی میگه که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الله شما را منع نمیکند
از کسانی که با شما در دین نمی جنگند، در دین نمی جنگند. کسی که کافر رو بسازه، کافری که با شما کارشون نیست، نمی جنگند در دین. ولم یخرجوکم من دیارکم، شما را از دیارتون برآورده پیش نکردیم. ان تبروهم، به اونها نیکی کنید. الله معنتون نمیکند ان تبروهم، به اونها چیکار کنید؟ نیکی کنید، بر کنید. و تقسطوا الیهم، به اونها عدالت کنید. نگاه کنید، به اونها چیکار کنید؟ عدالت کنید. ان الله يحب المقسطین، و درستی الله عدالت کنندگان را چی؟ دوست می‌دارد. مفهوم؟ رابعا، چهارم چیزی که مثلا جای خوفش نیست، ما تحت این آیت داخل نمیشیم که الله تعالی گفت که مثلا لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، در این داخل نیست. اینها استثناء هستند، یعنی که در او داخل نمیشیم که مثلا این نیکی نمیشه با این محبت به کافران نمیشه. نه، اینها استثناء، یعنی اسکلیچن، در وای داخل نمیشه. آدم باید نترسید این کارا رو کند. مفهوم؟ چهارم، الوالد الکافر، پدری کافر. پدرت چی است؟ بالمثل کافر است. یجب علی ولده المسلم ان یبره، واجبه در گردن فرزندی مسلمانش به پدری کافرش چیکار کردن؟ بر، نیکی کردن. لکنه لا یطیعه فی الکفر، فقط پدرش اطاعت نمیکنه در چی؟ یکی پدر و مادرش اطاعت نمیکنه در چی؟ فی الکفر، در کارهای کفر، در معصیت. لقوله تعالی، میرم بر قول الله تعالی که میفرماد ووصینا الانسان بوالدیه، ما انسان را امر کردیم با پدر و مادرش نیکی کردن را. حملته امه، یعنی مادرش او را در شکمش برداشت. وهنا علی وهن، ای ضعفا علی ضعف، یک ضعیفی به یک ضعیفی دیگه. هر باره که فرزند در شکم مادرش کلون شدن گرفت، مادر همین قدر ضعیف شدن میگیره. هر چی روز یک تغییرات، یک زینه به یک زینه گذشته میره. یک 40 روز به دیگه میشه، با 40 روز دیگه، با 40 روز تا 9 ماه. هر بار که فرزند در شکم مادرش کلون شدن گرفت، مادر همین قدر ضعیف شدن میگیره. برای میگه که مادرش او را برداشت. وای خود کافره، خود کسی که نباشد. وهنا علی وهن، یعنی که ضعیفی بالای ضعیفه. و فصاله فی عامین، تا 2 سال با او را شیر میخوراند و شیر میمکاند. انا ما گفتیم که انشکر لی، گفتیم که اولا گفت که وصینا الانسان بوالدیه، ما وصیت کردیم انسان که با پدر و مادرش چیکار کند؟ نیکی کند. انشکر لی، شکر مرا بجا بیار ای بنده، ولی والدیک، و شکر پدر و مادرت را، الی المصیر، بازگشت به سوی من است. و این جاهداک، اگر تو را مجبور کنن علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم، که به من شرک آری آن را که برای تو علمی نیست، فلا تطعهما، اطاعتشون نکن. یعنی اگر تو را مجبور کنن که با الله شریک میاری، فلا تطعهما، در این هنگام اطاعتشون نمیکنی. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، صاحبهما یعنی که با اونها نیکی کن در دنیا، معروفا، نیکی خوب. یعنی که مراد از معروفا یعنی که طبق نشاندادی خلاف شریعت نباشد. این خیلی که مثلا هشمی مرد گفته گلو پدرکی گیری بیاره و آچیتا چیکار کنی، کافر گفته هشمی مرد تبریکش کنی. یا که مثلا پدرت که سالی نو شده گفته از 2 شیشه ودکش بیاری تی، پدرم کافر خرسان شد. نه خیلی بالمعروف، یعنی که مخالف قانون الهی نباشه. یا سیگریت و یک مال برش بیارم تیم خرسان شد پدرم مال بر. نعم. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الی، یعنی برو برای کسانی که به سوی من برمیگردند. یعنی که شما با اون راه روید که با اون راه یک کسانی رفته باشند که همون کسان کجا رفتند؟ به سوی الله رفتند باشند. به سوی الله رفتن چه خیلی است؟ به طاعت میکنی، بگفت یا الله برای الله رفته ایستادی. الوالد له حق، الوالد له حق، پدر میگوید حق داره. و ان کان کافرا، گرچند کافر هم باشه، لكن لا تحبه المحبة القلبية، ولی او را محبت قلبی نمیداری.
بل تکافئه، بلکه به اون مکافات میدهی علی تربیته لک، برای خاطر اینکه تو را چیکار کرد؟ تربیت کرد. بسیار پدران که کافرن پیسه میگیرن بچهای مسلمان شدگی اون کار نمیکنن، اون پولای دودا و چوش میخورن، با میرن در مسجد زید دودا و چوش برمان میرن. ممکن نیست. پیسی هوا وقتی زندگی میکنی با دودا تو کافر رو گفته تعناش میزنی، دعوتش کن، نیکیش کن. و انه والد و پدرای خلاص وله حق تكافئه على ذلك، وله حق تكافئه على ذلك، یعنی و حق مکافات گیری دارد بنابر این پدرش. و حقی پدر آدم ها حال پدرش کافر نیست که بچه‌اش یگون هدیه و توشه نمیبینن. من اینو نگوشیدم که شما را یعنی همه آدم هستن که سال از 12 ماه دعوای مسلمانی میکنند، پدر و مادرش الحمدلله پنج وقتی مسجد در روز گشتن، برای زنای امروز شکلات و دیگه سنیکرز هر بلا بدتر خریدن میگیره، اونجا زن و پدر و مادری بیچاره گشتن اونجا. الله المستعان. انه چهارم چی بود؟ پدری کافر، یعنی که با پدری کافر یعنی که نیکی کردن این خلاف شریعت نمی باشد. خامسه پنجم تبادل تجارتی معهم، مبادله تجارتی با همراهی اونها و شراء از اونها خریدن، یعنی با اونها سوداگری کردن به کافرها، داد و گرفت تجارتی. شراء الحاجات منهم، از اونها یگون چیزای ضروری را حاجتمند را خریدن. در کشور جوراب داری، یگون در تاجیکستان یگون زواد و فابریکه داری که مثلا برای تو جوراب بفر؟ نه نداری، هیچ گم نداری از اونها جوراب خرید. هم خلاص. لکن یک چیزایی که مثلا خرقی و مناسبی در چارچوبی شریعت تغییر بیاد، خیلی که مثلا روز روی که مثلا برای زنای کشورت مثلا برای زنای با مینیوک بیاری، و یک لباسای شفاف بیاری که با دخترها آساس پوشیده، یعنی که سببگار شوی. یعنی از اونها یک چیز حاجت میگیری که حاجتی تو ضد قرآن و حدیث نباشه، ضد شریعت نباشه. این معنا نمیده که یک اجازه بده به کافرها داد و گرفت کردن به هر چیزی که تغییر بیاد برای آداب و اخلاق مثلا دخترها را، آداب و اخلاق جوانان و مردم وایرون کردن، هر یک چیزی رو مقرر بیاری در کشورت فروشی. اینم باید در نظر گرفتن نکنی، این حرامه. واستيراد البضائع والاسلحه منهم، وارد کردن چیز و چاره و اسلحه از اونها بالثمن بپول، لا باس بذلك، هیچ گم ندارد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، جناب پیامبر صلی الله علیه و کافران معامله میکرد. وكذلك عامل صلى الله عليه وسلم اهل خیبر، جناب پیامبر صلی الله علیه و به اهل خیبر که اونها یهودی بودن و هم یهود گفتند که با اونها معامله میکرد. على ان يزرعوا الارض بجزء مما یخرج منها، چیکار میکردن؟ زمین میکشتن با یک جزء از اون چیزی که یخرج منها، از اونجا با خراج میدادن. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و آله گوشه که همین زمیناتون زمین خودتون میکارن، یکی خراج میدید، یعنی که با یک مقداری معین نلاگش برآورده چه میکنه در جزء میدید. این جزء نه، این دیگه. ليس هذا من الموالات والمحبة، این در موالات و در محبت داخل نمیشه میگن. انما هو تبادل مصالح، این چی میگن؟ داد و گرفتی فایده میگن. یجب ان نعرف هذه الامور، باید که واجب است ما این کارا رو دونیم. و انها لا تدخل في الموالات، با مبادا گمان نکنید که اینها داخل میشن در موالات، اینها داخل نمیشن در موالات. وليس منهی عنها، از این کارهای نامبر شده جای منعش نیست. كذلك الاستدانه منهم، از اونها قرض گرفتن هم هیچ گم نداره، از کافر قرض گرفتن هیچ گم نداره، بشر دیوار رعایت کنی. کافر گفته بعد دیگه فریبش نگریزی. النبي صلی الله علیه و آله استدان من اليهودی طعاما، جناب پیامبر صلی الله علیه و آله طعام، یعنی که یه روز خوراکی میخوردن نداشت، از کافرها چیکار گرفتن؟ از یهودی طعام قرض گرفتن. و رهن درعه، و گرو ماندن درعشون را، یعنی که یک جامعه مثلا سیمینه که یک لباسی سیمی که شمشیر ندارد گفته، یعنی که لباسی زره، لباسی زره هست میگه، زره به تاجیکی. یعنی لباسای جنگی هستن که میپوشن ستکه همه خیلیشون ماندن، گرو ماندن. یعنی که من اگر پول یابم میتیمو همین چیزم میگیرم، این همون گرو باید که از پول طعامم قیمت باید باشه. مثلا بید مثال میگم که مثال 100
100 جنيه هم طعام گرفت پیغمبر صلی الله علیه و آله که من 100 جنيه ندارم و میتیم. بس جناب وای میپرسد که چیز گرام میمونه که تو در باوری میمونه که مثلا من باور کنم که تو با یارو کجا کی روی اون پول میتی. بعد چیکار کرد پیغمبر صلی الله علیه و آله همون زیرش اون زیرا قریب 1000 جنيه میشه میذار هوی پرتو گفت که من وقتی 100 جنيه تیم اگر همین زیره همین میگیرم. ها پیغمبر صلی الله علیه و آله زیرش در نزد عموم عنده ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. پیغمبر صلی الله علیه و مرد و جامعه او گرو ماند در نزد یهودی به عوض طعامی که او را خرید برای اهلش برای بچه گوشتن نمونن گفته ولی که اخیر تا مردنش پیغمبر صلی الله علیه و آله پول نیافت که چیکار کند پولی هویتیت با شرط میخیلست قاعده میخیلست بعد از که پول نیافت همون و خواه 1000 جنيه باشه خواه 500 جنيه اكو میمونه در نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله مرد علیه الصلاه و السلام لیکن پول طعامش نداد ولی به عوض وی همون زیره همون جامعه در نزد یهودی چیکار مون. مفهوم؟ لا مانع من هذا این یگون جایی معنیش نیست از این کار لأن هذه امور دنیویه و مصالح زیرا که اینا کارهای دنیوی هستند کارهای فایده هستند ولا تدل على المحبه والموده في القلوب اینا دلالت به محبت و دوستی در قلب نمی کنند فلا بد ان نفرق بین هذا و هذا باید که ما فرق کنیم بین این و این بین این فرق کنیم لأن بعض الناس اذا سمع نصوص العداوه للكفار شیخ میگه که زیرا که بعضی مردم همین متن و دلیل های دشمنی به کافرها را شنید و عدم محبت به اونها باید که دوستی نکنی را شنید قد يفهم انه لا يتعامل معهم یعنی که من میفهمد که انکن دیگه به کافرها یگو معامله کردن نمیشه گفته بعد دیگه دوستی را اونا میکند اونا رو میکشد و غارت میکند با کافر گفتن میگیره کسی به اونا دوستی کنه هم بیسواده ولا يتصل بهم نهائيا تماما میگو به اونها با دیگه علاقه نمیکنه و ان تكون مقاطعه نهائيا به اونها قطعی و به اونها چیکار میکنه قطعی نهایی میکنه دیگه تماما لا نمیگو هذا محدد باحکام و بشروط معروفه عند اهل العلم نمیگو این یک حد است این نشان داده شده است به حکمها و محدود است و به حدود و شرط های که معروف هستن اینا در نزد اهل علم اینو میدونن میگو ماخوذه من کتاب الله و سنت رسوله اینایی که نامبر کردیم که اینا همش در نزد اهل علم کتاب شده است از کجا از قرآن و حدیث گرفته اینا نویسن. ششم اباح الله التزوج من نساء اهل الكتاب الله اجازه داد دیگه زن گرفتن از زنای که ازدواج کردن از زنهای اهل کتاب به شرط ان یکن عفیفات به شرطی که اون زنا چی باشن پاک دامن باشن زناکار و بد اخلاق نباشن فی اعراضهم در ناموسشون. حالا خیلی زنی اهل کتاب پاک دامنش به فکرم در قبر میابی در قبر میابی اگر خواهی هم دون قبر میداره نیست. و اباح الله لنا اکل ذبائح الله به ما اجازه داد دیگه یعنی ذبح اهل کتاب خوردن به شرط اگر دونی که و یا فقط به نام الله به همون زبون خودش به نام الله نه که به نام عیسی گفته کشته باشد اون وقت دیدو دونست ممکن نیست. مفهوم؟ سابعا لا بأس باجابه دعوتهم هیچ کم نداره میگه دعوت اونها را قبول کردن فریاد کنه مهمونی رو و اکل طعامهم المباح و خوردن از طعام اجازتشون یعنی تارت میکند یک چیزایی که شبهه ندارد عرق ندارد مثلا در دسترخوانش عرق موندگی نیست میدونه که تو مسلمان هستی مثلا عرق خورد نیستی یگون چیزی طعام کارتش که میپزند مثلا روغنی یک چیزای افخود میکند که در اونجا مثلا گوشت خوک و روغن خوک و مثلا اگر دونید هیچ کم نداره دعوتش رفته مثلا خوری كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلي پیغمبر صلی الله علیه و آله این کار کرد. ثامنا هشتم الاحسان الى الجيران مع من الكفار نیکی به همسایه کافر کردن همسایه کافر باشن به اونها نیکی کردن احسان کردن هیچ گم نداره لان لهم حق الجوار یکی به حق همسایگی دارن. نهم لا يجوز الظلم و یا ظلم کردن ممکن نیست جایز نیست. الله تعالی میفرماید که ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى
یعنی که شما را وادار نکنه، یعنی مجبورتون نکنه دشمنی یک قوم به عدالت نکردن. دشمنی یک قوم شما را مجبور نکند به عدالت نکردن. یعنی یک کافر اگر شما را ظلم کرده باشد، وی بد میبینه که ظلم کرده، با همون بد دیدنی وی کارتون نکند که با بدیگی کافرها چی نکنید؟ عدالت نکنید. همینه، همون دشمنی کنید در همون کسی که دشمنی تو کرده. دشمنی یک کافر شما را مجبور نکند که با دیگه کافرام در کجا که دیده ای کافرام من در رسی عذاب داد گه اینا رو میزنه، نه هم خیلی ممکن نیست. اعدلو میگه الله امر میکنه، اعدلو برعکس در اینا چیکار کنه؟ عدالت کنه. هو اقرب للتقوى، انا همین عدالت کردن به تقوا چه نزدیک است. معلوم میشه کسی که یک کافرای بیچاره که ظلم تون نکردن، هیچ کاری گنده نکردن و یا رو ظلم کردن، این التقوا چه بیرون است. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما مزیدا.